به بخش خبری 2060 خوش آمدید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یکی از شرکت‌های تولید نوشابه به بازنشستگان خود اعلام کرد که قادر به پرداخت حق صنوات آنها نیست و به جای حق صنوات به آنها نوشابه خواهد داد. در پی اجرای این ایده مبتکرانه، شرکت‌های دیگر نیز روش مشابهی را پیاده سازی خواهند کرد. شرکت تولید فرآورده‌های بهداشتی نیز به کارکنان خود اعلام کرد که قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیست و از این پس به جای حقوق به کارمندان خود پوشک، صابون و شامپو خواهد داد. شرکت تولید مواد غذایی نیز اعلام کرد که از این پس به کارمندان خود به جای حقوق هر ماه یک دبه خیارشور و یک سطل ماست موسیر پرداخت خواهد کرد. مدیر عامل شرکت‌های خودروسازی نیز اعلام کرده است که از این پس به جای حقوق به کارکنان خود اگزوز و واشر سرسیلند و دسته دنده پرداخت می‌کند. همچنین فرمانده سپاه پاسداران نیز اعلام کرد که با بیخ گرفتن تحریم‌ها قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیست و از این پس به جای حقوق ماهیانه به هر سپاهی ماهیانه یک گونی پشم و ریش پرداخت خواهد شد. متاسفانه تا این لحظه بیت مقام عظما و دفتر دولت اعلام نکردند که به کارکنان خود چه کشک و چه دوغی را به جای حقوق پرداخت خواهند کرد. تا بخش بعدی اخبار، خدا نگهدار.